یوتیوب هم به پایان رسید. سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه، هر جا که هستین سر حال و پر انرژی باشین. امروز قراره اتفاقاتی توضیح بدم که حدودا برای تمام یوتیوبرها رخ داده. من که از یوتیوب درآمد ندارم، هیچ کار بهش ندارم. متاسفانه رویدادهای یوتیوب تقویت شدن و خلاصی میگم تقویت شدن و دیگه سر ما ایرانی ها رو یوزر نمیزنن، خود ایران میزنن. سر همین قضیه درآمد یوتیوبر خیلی اومده پایین، چون که مثلا تبلیغایی که دو تا تبلیغایی که یا یک تبلیغایی که اول ویدیوهای یوتیوبر رو میبینید شما، اونا درآمد یوتیوبر هست. خب اونا سازنده های اون تبلیغ گفته که خب حتما این تبلیغ فلان توی آلمان پخش بشه، توی ترکیه پخش بشه، نه توی ایران. خب ولی این توی ایران پخش بشه. سر همین قضیه اون تبلیغ رو یا تبلیغ نمیزنن یا میخوام بزنن حتما باید ایرانی باشه نهایتا. سر همین قضیه درآمد 90% درآمد رفته، کلا 10%ش رو میده، 90% پوت شد رفت، هیچی که نمونده. حالا من درآمد ندارم ولی خب من خواستم یه شروع داشته باشم، خواستم یه کاری توی این 13 سالگیم کرده باشم واسه پیشرفتم بشه. هیچ، نابود شد، کل علاقه من بین رفت. هیچ، الان موندم اینجا، این همه هزینه برای کامپیوتر و سیستم و دوربین و وبکم و اینا، آخر چه میشه؟ یوتیوب نه دیگه درآمد میده نه هیچ کاری میکنه. الان دیگه چیکار کنیم؟ هیچ، 2% افتادیم. نصف یوتیوبر درآمدشون صفره. آریا کوکسل رفته چنل انگلیسی زده، از اون چنل 700 کاریش همه چی به اصلا دیگه کل درآمد شد، کیفیت اومده پایین. من یه اسکرین شات گرفتم، این اسکرین شات اینجا راه کنید، این نوتیفیکیشن من بود که دیدم میلاد فست آخر نمیشه تموم شد، اون ویدیو تموم شد گذاشته. از من اونجا دیگه اصلا دیگه ویدیو شد تو نغزم، اصلا خود شد، هیچ، اصلا کل آرزوم به فنا رفت. فکر کنم مثلا آرزوم بود بیام یه لوی صدکاری جنشون بدم، سلام بچه این لوی صدکاری من، این فلان، این چیه من، این نامه یوتیوب همچی چیزایی بیم کجا رسیم دیگه پول بهمون نمیدن. ما تو ایرانیم، بهمون پول دیگه نمیدن. چند نفر یوتیوبر ایران داریم؟ خیلی، همه ریده شد توی وضعش، هیچی به هیچ. حالا خوبه بذار تو خارج هم مثلا چند انگلیسی بزنن و اینا، ما ایرانی چیکار کنیم؟ ما که کل چند رو کول گیمر 8 ساعت داره فعالیت میکنه، بعد خدا انقدر ویدیو ساخته درآمد که شیرم کیفر ویدیوش اومده پایین. از مثلا اگر این درآمد یوتیوبر بوده الان این درآمد یوتیوبر است. این دیگه اصلا نمیدونم چطوریه که باید اینقدر ما زجر بکشیم. چرا اینقدر درآمد میاد پایین؟ دلیلش چیه اصلا؟ چرا اینقدر ما باید بدبخت باشیم؟ نمیدونم، فقط دیگه ریده شد دیگه، همه چی خراب شد، همه چی صفر شد دیگه. نصف چنل ها افت کرد، این فلان کرد، او بسار کرد دیگه. آره دیگه هیچ، همه چی فنا رفت دیگه، هیچ پولی نمیگیریم. منم که تازه شروع میکنم شدشم یه پله پله میرفتم بالا، ویو میگرفتم و اینا، یه ویو های میگرفتم، یه 40 تایی 200 تایی میگرفتم. نسبت به من یه زمان کالاف میذاشتم، اون موقع ویو های من 2 تا بود، الان ویدیو بودم 40 تا ویو خورده، 20 تا ویو خورده، میبینم داره این ویو میره بالاتر. بعد من درباره همین ویدیو ساختم، من درباره همینجا ویدیو ساختم، سری پاک کردم ویدیو، لیمیت خود پاک کردم. در مورد یوتیوبرها بود، شورت ویدیو بود، گذاشتم لیمیت خود پاک کردم سری. نمیدونم لیمیت چیکار میکنه با چنل. آره همه چی نابود شد، به فاک رفت، هیترها خوشحال باشید. آره دیگه همین. اگه مثلا الان بعد 5 تا 6 دلار میگرفتن، الان دارن 1 یا 2 نهایتنش $2 میگیرن. خب همین، همه چی به فاک رفت. مرسی میدونیم بچه ها، امیدوارم که همه چی درست بشه، همه چی بالاخره خوب میشه. یه روزی من مطمئنم یه روزی اینا همه پیشرفت کنیم، ما همه یوتیوبر کوچی بریم تا اینقدر بزرگی، اگه اینقدر پیشرفت کردن برن تا اینقدر پیشرفت کنن دیگه، تا تهش برن دیگه. حالا
مرسی ما دیدین. لایک کامنت و سابسکرایبتون نره. عشق من بچه‌ها. فعلا خداحافظ.